تولد تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخواجت در خدمتتان هستم. سلام. نخست مرور داریم به سرخط موضوع برنامه امروز 22 اپریل. آوازه یا حقیقت نگهبان آرامگاه در دوشنبه به طور پنهانی به خاک سپردن چند نفر را رد میکند. خیلی 40 کس آورد یا 10 کس آورد یا بر دروغ نیست. سپاریم یا نسپاریم، در حالی که فرمان ولادیمیر پوتین اوید به پتنت صلح‌های زیادی را حلق کرده است، مهاجران از این اقدام خوشحالند. در خانه اجاری ما 8 نفر زندگی می کنند. قریب همه بیکار به انتظار انجام یافتن دوره کرانتین هستند. خیلی خوب شد که پرداخت پول پتن را بیکار کردند. نوبت‌های طولانی نزدیکان زندانیان در تاجیکستان از ساعت‌های دراز انتظاری برای رساندن غذا به فرزندانشان شکوه دارند. درماده با خود کار نمی‌تونم، یکم تلفنی باید که با فرزندانم صحبت کنیم. تاجیکستان از جمله کشورهای انگشت شمار باقی میماند که به گفته مقامات تا حال سرایت به ویروس کرونا ثبت نشده است. ولی در هفته‌های اخیر مرگ 3 ساکن نویه جبار رسولوف، یک طبیب در شهر بختر و اخیراً مرگ یک دوستان در دوشنبه بحث‌های را اطراف وجود داشتن یا نداشتن بیماری کووید 19 داغ کرده است. مسئولان بخش تندرستی میگویند این بیماری التهاب شوش یا خود پنیومانی است که اوج گرفته است. اما با این وجود شبهه و آوازه‌ها خیلی زیاد. مثلا گویا که چندین نفر را در دوشنبه در یک گوشه آرامگاه پنهانی دفن کردند. تا کجا این آوازه ها حقیقت دارند؟ علیشیر ظریفی و تهمینه حکیم و پیگیری کردند. روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبر و آوازه‌های پخش شد که گویا در قبرستان محله معروف به کراتگین که بیش از 40 تن را دفن کردند. برای تحقیق و درستی این خبر ما تصمیم گرفتیم به این آرامگاه سر بزنیم. پس از مشاهده و گشت و گذارها معلوم گردید که چنین آوازه‌ها اساس ندارند و بعضی از نگهبانان این آرامگاه گفتند دفن‌ها چون روزهای معمولی است. همین کارگرای ما هستند که ایمی سحر تا بگونه را میگردند. یگان محیط شوا اگر سماکوپ هم که شوا به غرض آمدگی این ما سگان سماکوپ هم که شوا یا در آمده تماس نمیبرویند. ما خودم رفته فیراد میکنیم، منزل پیش منزل کنارشون میرم، واریسای مرددار را فیراد میکنم، دنیاش هم میگیرم، چی گپ خبره به چی کسله همش هم میگیرم. مثال ای بلینسا باشه اسمیرچ هم میگیرم. این خیلی آوازهای مردم کرده است، همین دروغه. این خیلی 40 کس آورد یا 10 کس آورد یا بر دروغه نیست. ضمناً برخی از کارشناسان سازمان جهانی تندرستی بیماری پنیومانی را یکی از شکل‌های ظهور کووید 19 می‌شمارند. از قشرهای آسیب‌پذیر در نسبت کرونا ویروس افرادی از 65 ساله به بالا ارزیابی می‌شود. در آن کشورهایی که این ویروس خروج کرده است، قبل از همه به افراد همین سن و سال توصیه داده می‌شود که به ضرورت منزل‌های خود را ترک نکنند. در تاجیکستان شماره آنهایی که بازنشسته هستند صدها هزار نفرند. آیا آنها درباره خطر ویروس کووید 19 چی میدونند؟ برای یوسفی گزارش میدهد. محمدجان 60 ساله و اسمت‌الله 69 ساله ساکنان دوشنبه مجبورند که هر روز برای خرید کردن به کوچه برآیند. آنها از تهدیدهای کرونا ویروس در جهان و تاجیکستان آگاهند و پیامد ناخوش آن مخصوصا برای افراد کلانسال را میدانند. خرید چی کنیم در همین قیمتی مجبوری که برای یگان جای چیزی ارزان بیایی بخری. آخه ما پنسیمون اومدی 248 تومان. بعد پنسیونر چه زندگی میکنه با قوت میگیره که کسلی نخپشه. توکل به خدا چیزی که باشه. در کوچه های دوشنبه احیانا به مشاهده می رسد که بخصوص کلانسالان عادی‌ترین نقاب طبی بر روی پوشیده باشند، ولی تعدادی میگویند در کوچه خود را از تهدید سرایت شوی به مریضی ها احتیاط میکنند. طبری میگویند احتیاطکار را خدا هم نگاه می‌دارد. خود را احتیاط کردن ضرور است. من به کوچه برآمدم که لاله ها را تماشا کنم. نبیرم میگوید در خانه شین، به کوچه نبرو. من میگویم مایلش حاضر به خانه میآیم، دیگر بیرون نمیبرایم. طبیبان سرایت شناس تایید میکنند که واقعا هم بزرگسالان در برابر بیماری کووید 19 به گروه ریسک و یا آسیب پذیر شامل میشوند. بیشتر با این بیماری سن و سال از 60 بالا
گرفتار میشوند. این هم وابسته است به بیماری‌های همردیفی که این شخصان دارند. این بیماری همردیف میتواند بیماری دل باشد، بیماری‌های گرده باشد، مزمن گرده، بیماری‌های مزمن راه‌های نفس باشد، دیگر که هنگام گرفتار شدن به بیماری کرونا ویروس همه بیماری‌های همردیف خروج می‌یابند. این میتواند باعث وسیع شوی حالت را رساند. در تاجیکستان تدابیر پیشگیری از سرایت شوی ویروس کرونا و تبلیغ احتیاطکاری جدی به نظر می‌رسد. رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز هفته پیش ضمن سخنرانی در پارلمان تاکید کرده بود که فکر نکنید در تاجیکستان کرونا ویروس نآمده است و بی‌پروا باشید. در ضمن به افراد از 65 ساله بالا توصیه داد که در خانه نشینند تا حیات خود را احتیاط کنند. با گذشت هفته‌ها از اعلان رژیم карантин در روسیه تعداد مهاجران تاجیک نیازمند و محتاج کمک افزایش می‌یابد. در برابر بیکار و بی‌پول ماندن شماری از آنها حتی جای برای خواب ندارند. یکی از کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نواری درباره وضعیت بعدی چندی از ساکنان نویه فرخار قصه می‌کند که در ولایت مسکو سرگردانند. مؤلف نوار می‌گوید این مهاجران به یگان وسیله روزگذرانی ماندند. در حالی که به گفته این کاربر پیوندان از آنها فرستادن پول را منتظرند، خود آنها حتی سرپناهی برای روز کردن شبشان را ندارند و از افراد خیرخواه امداد می‌جویند. آخر هفته گذشته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه توصیه ما برای شهروندان خارجی و آدمان بی‌شهروند سبوکی داد و از سپردن پول پتنت آزاد کرد. ولی با گذشت چند روز از این فرمان سؤال و نافهمی‌های زیادی باقی ماندند. از یک طرف بعضی کارفرمایان هنوز هم مهاجران را به سپردن پول پتنت مجبور می‌کنند. در بعضی ریاست‌های مهاجرت روسیه باشند می‌گویند از این فرمان خبر ندارند. هرچند علاقه شعبه‌های پلیس روسیه شرح اجرای فرمان را نشر کردند که در این سند تصدیق شده است مهاجران تا نیمه ماه ایون از سپردن حق پتنت آزاد می باشند. تلویزیون نستایش وریمیا در این موضوع با مهاجران و حامیان حقوق در روسیه صحبت کرد. این گزارش را عبدالله اشورов تقدیم می کند. مسلم مثل صدها مهاجر دیگر تاجیک در دوره карантин در شهر مسکو بیکار و بی‌پول مانده است. فرمان اخیر پوتین درباره موقتا آزاد کردن مهاجران از پرداخت حق پتنت مسلم را خوشحال کرد. هرچند 5000 روبل مبلغ زیاد نیست، اما برای زندگی خاکسارانه یک مهاجر در یک ماه کافی است. مسلم هم اکنون با پولی برای پتنت نگاه داشتهش خوراکواری و مواد طبی می‌خرد. وقتی کارگاهمون رو بستم دریافت کار دیگر خیلی مشکل بود. وضعیت خیلی بد شد. در خانه اجاره ما 8 نفر زندگی میکنند. قریب همه بیکار به انتظار انجام یافتن دوره карантин هستند. خیلی خوب شد که پرداخت پول پتنت را بیکار کردند. مهاجرانی که در روسیه طبق پتنت به فعالیت مهنتی مشغولند برای 3 ماه تا 15 ایون از پرداخت حق آن آزادند. همچنین به آنها هم که باید از روسیه دپورتاسیا یا رانده می شدند امتیاز داده شده است. مهلت اخراج این مهاجران هم به تأخیر افتاد. همکنون در دوره تعیین شده یعنی از 15 مارس تا 15 ایون آغاز کردن پرونده نسبت مهاجرانی که سند بود و باششان درست نیست و قانون را ویران میکنند منع است. این سند در سامانه پرزیدنت روسیه نشر شده است و محتوایش چنین است: از 15 مارس تا 15 ایون متوقف شود. شهادتنامه پناهگاه موقتی در قلمرو روسیه، شهادتنامه اشتراکچی برنامه دولتی، اجازتنامه کار، پتنت، اجازتنامه دعوت و استفاده نیروی کاری خارجی. با اطلاع پالاتای جمعیتی مسکو، تنها در پایتخت روسیه در ماه دکبر 1,600,000 شهروند خارجی کار و زندگی کرده است. اکثریت حالا هم در این شهرند. تعداد چشمرس آنها بیکار ماندند. کارشناسان میگویند دستور مذکور را بسیاری ها انتظار داشتند و به آن امیدوار بودند. فعالان و حامیان حقوق مهاجران هم چندین بار از حکومت روسیه خواستند پرداخت پول پتنت مهاجران را موقتا باز دارند. بالاخره صدای آنها شنیده شد. منطقاً وقتی مهاجر خارجی کار نمی کند اون نباید برای پتنت پول پرداخت کند. البته می شوند حالت هایی که بیمار می شوند یا رخصتی داشته باشد، اما از مهاجران اگرچه بیکار بودن پول پتنت طلب می شد. حامیان حقوق میگویند در این مورد چند سوال دیگر همانا ناروشن باقی مانده است.
از جمله آیا مهلت پتنت آنهای هم که الکی مبلغ را پرداخت کردند تمدید می شود؟ حقوقشناسان هم در این باره اندیشه های مختلف دارند. در شرح حقوقی وزارت کارهای داخلی روسیه هم که اخیرا نشر شد در این باره چیزی گفته نشده است. پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه وادیم کاژنوف در یک مراجعه ویدیویی آید به سند اشاره شده وزارت کارهای داخلی روسیه گفت کسانی هستند که برای پتنت پیشکی پول پرداختند و در سند درباره آنها چیزی گفته نشده است. با گفته او احتمال است که این موضوع بدتر بررسی شود. برخی از خویشاوندان محبوسان در تاجیکستان از نوبت‌پایی‌های طولانی برای رساندن غذا به فرزندان زندانیشان شکایت دارند. مسئولین زندان‌ها میگویند از مشکل انتظاری‌های نزدیکان محبوسان در جریان و از پی حل این مشکلات هستند. باید گفت اکثر محکوم شده‌ها در زندان‌های تاجیکستان با امید کمک‌های غذایی میباشند که از خانه‌هایشان فرستاده میشوند. علیشیر ظریفی موضوع ادامه می‌دهد. آیشه صادقова برای انتقال غذا به فرزندش و خواندن این دو جمله 4 ساعت پشت در محبس انتظاری کشید. این پیام از پسر محبوسش است که بعد از گرفتن غذا به مادرش فرستاد. دیم اکتبر اومدم دیدم اخیرم بار بعد باید با دیم اپریل میدرمادم رفتم که کارانتین شید گفتن که در اومدن معنی دیگه خیلی عقوتش قبول می‌کنم با همیشه گرمینیم که همین عقوتا را قبول می‌کنم. با مثل صادقова ده‌ها تن از پیوندان محبوسان امروزها پشت در برخی محبس‌های تاجیکستان نوبت‌پایی می‌کنند تا غذای آوردهشان دسترس فرزندانشان گردد. انتظاری و نوبت‌پایی‌ها در حالی است که سر از 31 مارس ملاقات محبوسان با نزدیکانشان موقتاً منع گردیده است. مقامات دلیل این اقدام را پیشگیری از احتمال پنجشنبه کرونا ویروس نامیدند. پیوندان برخی از محبوسان این تصمیم را سری وقتی می‌دانند اما در برابرش میگویند این وضعیت نگرانی آنها را درباره شرایط نزدیکان زندانیشان بیشتر می‌کند. در اومده ملاقات کار نمی‌تونم یکم تلفنی باید که با فرزندام صحبت کنیم. کارشناسان میگویند در شرایط خطر سرایت کرونا ویروس چون این تصمیم مقامات را درک می‌کنند ولی در برابر منع کردن چاره‌های دیگری روی دست گرفته شود تا خانواده‌ها از احوال نزدیکان محبوسشان خبردار گردند. با دیدن آدم، دیدن انسان، فرزندش می‌بیند، عائله‌اش می‌بیند، پدر و مادرش می‌بیند، همون روحیش آرام می‌شود، رفت اصلاحاتش خوب می‌شود. منع واخوری زندانیان به نزدیکانشان در حالی است که برخی از کشورها برای پیشگیری از ویروس کووید 19 محبوسان را موقتاً به خانه جواب دادند. با گفته مسئولین اداره زندان‌های تاجیکستان فعلا مسئله آزاد کردن زندانیان موردی بررسی نیست اما بعضی از چاره‌های ضروری را بررسی دارند. ما در همه مؤسسه‌ها 15 متعدد زیادتر زندان‌های خدمتی داخل مؤسسه نصب کردگی هستیم که تطبیق داخل مؤسسه ما از یک محبوس با نوبت البته با تطبیق معینی که داخل کلیه تطبیق داخل مؤسسه ما شده است مخش تواصل علاقه تلفنی میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال سرایت ویروس کرونا ویروس را به قید نگرفتند ولی مثل منع ملاقات محبوسان با نزدیکانشان چاره‌های دیگری را برای پیشگیری از احتمال پنجشنبه این ویروس راه اندازی کردند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 10,000 زندانی میباشد. در ازبکستان سال خونیش 2019-2020 در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی توسط درس‌های تلویزیونی در شکل فسیلوی به پایان خواهد رسید. با آگاهی استادی جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس در ازبکستان آموزگاران و کارمندان نظام معارف کار خود را به طور فسیلوی ادامه داده معاششان پرداخت می شود. ازبکستان از 16 مارس بعد یاشکار شدن نخستین حالت مبتلا شوی به کرونا ویروس در تمام مکتب و دانشگاه و باغچه‌ها کارانتین اعلام کرد. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تو این دقیقه ما را همراهی کردید. تا صحبت بعدی می توانید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشید.